سلام خدمت همه رفقای گلم حاجی. اینجا آمده بودیم این مپ جدید کرای کره چیه همچین اسمش چیه، اسمش جدید نمیدونم. آمدیم این مپ رو با هم بازی کنیم. یهو این بنده خدا رو گیر بردیم گفتش دون کیل ما هم گفتیم باشه حاجی کیلت نمیکنیم که. بعد این رفیق ما میخواست کیلش کنه گفتیم نکنیم که اینجا واسطه بود میگفت من نفر آخر تیم ما رو کیل نکنید همچین چیزا. گفتیم باشه آقا. یهو دیدیم از بالا یک دونه شخص زدن تو صورتش. یا رفیق ما حالا نگاه کن میگه ما کلیت نکردیم. گفتیم بذار بریم بالا جواب اینا رو بدیم. بالاخره اعتبار یک ایرانی تو خطر افتاد اینجا جلوی خارجی‌ها. گفتیم بذار بریم ببینیم چطوری. شاید اینا هم بودن. دیدیم دو تا این بالا وایسادن اسنایپ دستشون گرفتن. ما هم همینجوری رفتیم سمتشون گفتیم شاید نوب بشن بذار نوبازاری کنیم. اسموک گرفتم دستم زدم تو صورتش. دیدم همینجوری داره اسنایپ میزنه هیچ کار نمیکنه. رفتم پشت سرش نشستم دیدم پشت پای وحشی یه مو پشت سرتم چیکار میکنی تو. گفتم بذار کلاستر در بیارم. تیر اسنایپش تموم شد پاشو ریلود کنه بنده خدا. انمی اینجا کلاستر چسبوندم بهش و در رفتم. اینجا انقدر خندم گرفته بود گوشی خودم نمیتونستم کنترل کنم. اینو میبینید دیگه ژیروسکوپ پلیر وقتی خندش میگیره نمیتونه هیچ کاری کنه. رسیدیم به یک جای دیگه. اینجا اومدیم اینجا این یک پیام بازرگانی ببینین. یک شات پیام بازرگانی قشنگی بود نه. اینجا ریکورد میکنیم. ولی بریم نفر بعدی. این بنده خدا نفر آخر تو تیم مونده بود. رفیق ما زد گفت بزنیم یکم اذیتش کنیم ببینیم چی به چیه. دو تا اسموک زدیم تو صورتش یکم گیج شد گوگیج بنفش گرفتیم. رفیق ما گفت کجا رفت چی شد. همینجوری اسموک زدیم. یه ایرانی همیشه باید لوت کنه. رفتیم لوت کنیم برگشتیم دیدیم ای رفته تو آب قایم شده. رفیقمون گفت نره تو آب. امیر میگه نره تو آب بذار خودش بیاد بالا. ما منتظر مونیم این بنده خدا بیاد بیرون. از اینجا یه سرک میشی 4 تا تیر میزد. گفتم نزن لاشی سرندر بده. اینجا جای اوکارا نیستش که شما فکر میکنید. گفتم باشه الان میاد بیرون یه فینیشر چیز زون اومد دیگه. دیدیم نه آقا این کا قرار نیست زون بیاد بیرون. همینجوری تو زون واسطه بوده داشت ما رو نگاه میکرد. امیر رفته تو زون میگه بیا بیرون. منم رفتم تو زون صدامونم رو آل گذاشته بودیم. گفتم داداش بیا بیرون یا نه هر کی دوست داره بیا برو بیرون. کانتنت ما رو از دست نده. رفتش تو زون شروع کرد به تیراندازی. ما هم همینجا واسطه التماس بیا برو تو زون دانه مادر کانتنت که تو زون خودش مرد و کانتنتی به ما نرسید. بازی وینر شد. یک لایک بزنیم به ویدیو نفسم گرفت. خب بعد اینجا یه نفر دنبالش شدیم نمیدونم چی شد. الان اینا خودم نمیدونم. خودم دفعه اولم فکر کنم دارم میبینم. این چیه دیگه؟ اینجا یکم کلیش این چیه؟ یه ما کی مویری ثبت کردم یه این بنده خدای این حاجی اشتباه ادیتی شده بود این وسط. نمیدونم چیه این وسط کات نخورده بود. اینجا داشتیم اینو میزدیم که یهو از اون بر تیراندازی کردن. گفتیم چیکار نکنیم. یه دونه پورتلجی زدیم رفتیم برایشون که یارمون رو زدن. گفتم حالا یارمون زدن ولش کن بریم که وایپ نشدیم. از این بر از اون بر 4 طرفه ما کردن. این گوست فکر کنم ایرانی بود. این همون گوسته بود. یه دیفندر زدیم اون بر این زدیم تیراندازی کردیم. گفتیم آقا نمیصرف ما نمیتونیم کار زور و از زور ما به اینا نمیرسه. حاجی در رفتیم یهو دیدیم میگه برگرد ایرانی داداش. ایرانی خوشحال شدم. گفتم حاجی یه ایرانی پیدا شد بریم برای تیم امروز کانتنت به راهه. ولی از اونجایی که ما ایرانی‌ها بشه همه لاشیم گفت تیم کنیم. ما گفتیم باشه بریم تیم کنیم. گفت نزن. گفتم نمیزنم. خوشحال ریلود میکنه. باشه یارش هم گفت بیاد. گفت یارم هم نزن. یارش هم گفت نزن. گفتم باشه دمتون گرم. یارش همونی بود که زدمش. یارش هم اومد. گفتم از من یارش دیگه نزدم. دیدیم از این بالا یکی بالا وایساده داره ما رو میخواد بزنه. اینجوری هم شروع کرد به زدن. ما هم گانه گرفتیم روشو زدمش. دیدم از پوش ما رو زدن. واقعا ایرانی ها لاشین. ما خودم هم ایرانی هم ولی واقعا تیم اپ اگه نیماپ کنید اگه نمیکنید لاشی بازی. نمیدونم چی گفتم لاشین برسولا. اینجا این بنده خدا آمد یه دفندر زدم تو صورتش. میخواستم نوبازاری کنم اما نید زدم تو صورتش. دامنج یک رفتم پشت دیفندر نشستم. یهو نید ترکی دیفندرم ترکی یارو در رفت. یارو من گفت بزنیمش نزنیمش زدنش. گفتم تو چیکار میکنی؟ یه ساعتی گرفتی تق پشت دیفندر نشستم ریدی. بر صورت ریدی. اینجا بنده خدا رو زدیم و یک تیکه بال برگزیم شاید براتون بذارم حال کنین. یه لایک بزن نفسم گرفت. این بنده خدا داشت از بالا میومد بالا یک دونه دیفندر زدم تو صورتش. 4 تا میس دادم. گفتم رفت پایین بذار یه نیت بزنیم شاید گرفت. یک ویدیو شانسی ازش در آمد دیگه. همینجوری وید پرت کردم رفتم رو سرش دیدم آخ دهن سرویس عجب کیل گرفتم. 1 ساعت ما اینجا خوشحال بودم عجب کیل گرفتم. لایک و سابسکرایب